سلام دوستان عزیز، خوش اومدید به این ویدیو. تو این ویدیو اومدیم بریم فورتنایت پلی بدیم، ولی بتل رویال سولو اومدیم. بریم بتل رویال فورتنایت با ما باشید. خب دوباره اومدیم. بچه ها بریم کجا به نظرت بریم؟ چون ما خیلی پرویم میریم سیمیدو، چون قرار ویکتوری بگیریم دیگه. what the fuck what the این چیه؟ کاش اینا نمی آوردم. خیلی جلد دست، خیلی جلد چشم میگیره. خب بریم کجا؟ اون پینگ زیبا هم اون بالا میبینید، گلایدر خفن. بریم برسیم. وای این باسه خیلی شته. بریم چت بچه ها، بریم کجا؟ بریم خونه. انمی نیومده نوچ. خب بریم این خونه. گان نیست که بوی چیزا نمیگم، میمه برو میگم، تیروگمانو میگم. از پینگ خفنی که آقای جهرومی به ما داده اند. خدا وکیلی باید خدا بس دیگه، ما خسته شدیم دیگه. اینو میدادی. الان من با این چیکار کنم؟ جارو بدم خونه را؟ جارو میدم. بریم جارو میدم. ندیدی جارو دادم خیلی خفنه. خدا رو شکر یه چالش انجام شد. یکم لول برا اوتوس. یکم این شیلدم بزنم دیگه. ای جان من، شیل بزن همو ببینه. دو تا چالش شد. عشق من، او مای گاد. خب بریم بعد دنس خفن رو چی بیارم؟ ما اینجا رو تمیز کنم. باز رو اول بعد تمیز کنم. اوکی نه مار کن. این یه چلنج دیگه است که باید انجام داد و خوری. خب الان این فایت هم میدیم. اگه چند تا پرو سگ نباشن این فایت هم میدیم. چرا بازه که چلنج هم انجام شد و اینا. بریم بزنیم، بریم فایت بدیم دیگه. خدا چرا به ما پامپ نمیدی؟ اینا این همه پامپ و رایفل و اینا داده، به ما چند گان مزخرف داد. کمک سم خالص. خدا صدامون رو شنید. چرا بر نمیداری تو؟ بگی رو کنم. خب خدا صدامون رو شنید، ولی خیلی گان بولشتیه. خدا ممنون ازت خدا. از کی رایفل آبی ندیده بودم. فقط خودم آپگرید میکردم میدیدم. کوش ایناش. یعنی بابا نو شیلم خوابوند. چرا اینو برداشت بگو شیل؟ خوبه بریم. خوبه گان بولشت هنوز پیشمونه. میشه یه مکشیفت گان هم خیلی راضیم آجی. به مولا به مکشیفت گان هم راضی است. گنشیفت گان پمپ. بچه دوباره اومدیم انمی با داب. انمی دیدین داجی؟
میدیدیم و برو پلیری و اینا. ما یکم آروم بریم کمپرانه میپرانه جاست دوا ماشین شد بسن خوبه. برو نبینمت دیگه، برو نبینمت. یه چند تا تیرم میزدیم راشمون میده یارو. خیلی گشاده در یارو خیلی گشاده. خب بچه داریم یکی رو میزنیم. یارو دانه، یارو به مولا دانه. میزنمش، نمیدارم میکنیم. یارو با خیلی بد زدم. وای پینگو حاجا، ما میخوام فایت بدیم پینگمون تا 100 میره. وای چرا اینجوریه حاجی؟ بریم یارو چیکار میکنه؟ خب چرخ دنده و اینا و آره دیگه چرخ دنده رو گرفتیم و یارو این توه ها، این توه. اوه ماشی گرفت اومد برو. یارو رو چقدر دمیج میدم نه خودش نمیاد. ببینم بچه سوسو کوشی رفت. چرا ترسید؟ رو خدا من نجن. او چرخ دنده این قد چرخ دنده پیدا کردم. نمیتونم اینو آپگرید کنم. نه ما چرخ دنده میخوایم، نیست چرخ دنده. وقتی که نمیخوایم 8 تا داریم. سیسماست آرم کپیرایت نمیذارم. درو میتونه تا کجا بره؟ خدا وکیلی میتونه تا کجا بره؟ تا اونجا فهمیدم. ایناش به مولا اونجا یا کوشی پس دیدی گو خوشتمه. هولی شد یارو چجوری زدم؟ ببین یارو بقیه راشش میدم، راشمون میدم. خب یارو رومونه بس یه لحظه. ها یه لوتاتو جارو میدم. نمیدونم برم لوتاش حوصله ندارم چون گوش بریم. مرغ مرغ بازی مرغ بازی مرغ کما مرغ کن مرغ جان به مولا نمیخوام کسی برسونم. مرغمو گرفتمت آقای مرغ، گرفتمت آقای مرغ. کجا میری آقای مرغ؟ مرغ آقا من مخامد مرغ آقا بیا بالا اینجا. بریم مرغ بازی، بریم همه رو بزنیم. بریم مرغ بازی. کسافت نریزی رومون حالا بالا سرمی. خوبه بریم اینجا چه خبره؟ قول میدم اونجا یکی کم کرد. قولای منو میشناسی دیگه. گفتم یکی تو ماشینه نبود. اینجاست نبود. گرگ نکن تو رو مولا. گرگ نکن. گرگ خیلی بده. گرگ you don't come in. گرگ I kill one گرگ again. گرگ میخو. گرگ بیا یه تیم اپ کنیم. جی گرگ چرا گرگ بی تربیتی؟ چقدر گرگ بی تربیتی هستی؟ من بهت گوش دادم مرتی که گرگ بی تربیتی بود. من اینقدر انتظار نداشتم گرگ بی تربیت باشه. آجی اینا کوشن زونه کوچیک شد هنوز حرف نبرم هستیم. یعنی اینجا نباشه میباشه. چرا من مثل فلج دارم بیل میکنم؟ نیست بگم چرا؟ چون چست رو باز نکردم.
هولی حاجی میخوام آخرین نفر رو با این بزنم نوبازاری بکنیم نظرتون حاجی یکم نوب آزاری بنماییم بابا ریدم که ای مکشیف گان ای ول میتونم پامپ لجند اپیک ببخش لجند چی؟ حالا مردم میان و میخوام با این بکشم وای حاجی چی زد به من چرا اینقدر به دست این مردم سابسکرایب یادتون نره لایک کنید حتما اگه ویدیو رو دوست داشتید این ویدیو رو واسه دوستاتون شیر کنید زنگوله رو هم بزنید که هر وقت ویدیو جدید گذاشتم نوتیفیکیشنش واسهتون بیاد دیگه کامنت نذاشتید همراه کامنتاتون اکس آرم ببخشید اکس گنگ هشتگ گنگ آرمی رو یادتون نره خداحافظ